نخستین مناظره تلویزیونی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و جو بایدن نامزد حزب دموکرات 35 روز پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگزار شد. به سبب پنه‌شوی بیماری کرونا ویروس نو، دو نامزد در آغاز مناظره از دست دادن با یکدیگر خودداری کردند. کریستوفر اوالس، خبرنگار شبکه فاکس نیوز، مجری این مناظره بود. بر اساس قرعه کشی دونالد ترامپ این مناظره را آغاز کرد. سوال اول درباره دادرس امی کانی برت بود. دونالد ترامپ در پاسخ به این پرسش گفت که ما در انتخابات پیروز شدیم و حق داشتیم که نامزد عضو دادگاه عالی را معرفی کنیم. در بخش دیگری از مناظره‌های نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا، مجری از دونالد ترامپ پرسید که آیا او در سالهای 2014 و 2017 چقدر انداز یا مالیات سپرده است. دونالد ترامپ در پاسخ گفت که او میلیون‌ها دلار انداز پرداخته است. دونالد ترامپ در ادامه مناظره گفت که چرا همسر شهردار مسکو 3.5 میلیون دلار به هانتر بایدن پسر جو بایدن داده است. جو بایدن در جواب تاکید کرد که معین شد این گزارش درست نیست و فرزند او هیچ کاری نادرست انجام نداده است. مناظره با بحث درباره اینکه نامزدها نتیجه رای‌پرسی را خواهند پذیرفت یا نه انجام یافت. جو بایدن واضح گفته است که با روشن شدن نتیجه ها آن را خواهد پذیرفت. اما دونالد ترامپ به سوال در این باره جوابی روشنی نداده است. مناظره نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا 90 دقیقه ادامه کرد. این مناظره در 6 محور: گذشته دونالد ترامپ و جو بایدن، دادگاه عالی آمریکا، پاندمی فراگیر، اقتصاد، اعتراضهای نژادی و خشونت در شهرها و شفافیت انتخابات برگزار شد.